دادگاه رقم 2 شهر طراز در جنوب قزاقستان دو جوان زاده ولایت‌های منگ قشلاق و اقتیپه را با جرم آدمربایی ولی در اصل برای عروسربایی به 7 سال زندان محکوم کرد. در این باره روز 8 اکتبر سال 2023 دادستانی ولایت جنبل خبر داد. بنا به فرضیه تفتیشات شهروند ژ بهار سال 2022 توسط دوستان عمومیشان با دختری به نام آشنا شد، ولی دختر بعد چند ملاقات از دوام دادن روابط با این جوان دست کشیده است. با این وجود شهروند ژ نقشه دزدیدن دختر را با مقصد ازدواج کشیده است. ماه فوریه سال 2023 او همراه یک دوستش به شهر طراز آمده دختر را با راه فریب از خانه برآورده مجبوراً به ماشین خود سوار کردند و تلاش کردند که از شهر فرار کنند. صدای داد و فریاد دختر را همسایه و شنیده به پلیس خبر دادند. کارمندان پلیس فوراً از پس عروس ربایان شده بعد چند ماشین آنها را من و دختر را آزاد کردند. دادگاه دوم طراز روز 21 سپتامبر سال 2023 محاکمه این پرونده پرسر و صدا را به پایان رسانده هر دو عروس ربا را بر اساس قسم اول ماده 125 کودکس جنایتی قزاقستان در ربطن انسان گناهکار شناخته و هر کدام را 7 سال حکم زندان داد. این حکم هنوز قوه قانونی نگرفته است. دادستانی تاکید کرده است که ربودن انسان از جمله عروس ربایی، پایمال کردن حقوق انسان و اصلاح آزادی و برابری به شما رفته جنایت جدی است که برای آن همچون جزا حکم زندان واقعی پیش بینی شده است. عروس ربایی یک عنعنه قدیمه در بین خلقای آسیای مرکزی و قفقاز بوده. در دوران شوروی خیلی کاهش یافته بود، ولی در سالهای 90 عروس ربایی دیگر باره اوج گرفت. در قرقیزستان که چنین حادثه‌ها بیشتر در همین جا مشاهده می‌شوند، در کودکس جنایتی تا یک ماده مخصوص عروس ربایی شامل کردند. در سالهای آخر حالت‌های عروس ربایی در قزاقستان نیز مشاهده می‌شود، ولی به فرق از قرقیزستان در کودکس جنایتی قزاقستان ماده علاوه برای چنین نوع جنایت وجود ندارد و عروس ربایان را معمولاً با اتهام ربودن انسان با ماده 125 به جوابگری می‌کشانند. این ماده همچون جزا تا 15 سال زندان را پیش بینی می‌کند، ولی بر اساس اعضای زیر این ماده اگر جنایتکار با اختیار خود گروگان را آزاد کند از جوابگری آزاد کرده می‌شود.